فعال توجیک شبنم خودرویدودووا که در لهستان به سر میبرد از سازمان‌های بین المللی حامی حقوق انسان دعوت کرد که به حمایت ژورنالیستان توجیک افشرده صدا بلند کرده برای آزاد کردن آنها معرکه بین المللی شهروندی را برآورد اندازد. این اظهارات شام 12 ایول سال 2022 در حال نشر شد که در 2 ماه آخر در تاجیکستان با اتهام بافته دست کم 7 ژورنالیست به حبس گرفته شده. 5 ژورنالیست دیگر عضو حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی از سال 2015 در محبس قرار دارند و یکی آنها محمد علی حیات حتی به حبس عمرباد محکوم شده است. ژورنالیست آن نیروی آزادی، نیرو و جان جامعه شهروندی اند. از اول سال 2022 حمله ها به آزادی بیان در تاجیکستان به کرات سخت‌تر شد. تعقیب و بازداشت ها، حمله ها و لطاکوب ژورنالیستان به یک امر مقرری تبدیل یافته است. من از همه سازمان های بین المللی حامی حقوق انسان دعوت میکنم که به وضع حقوق آزادی های ژورنالیستان تاجیک ما توجه ویژه ظاهر کنند. خواهش میکنم به پایمال شدن حقوق انسان در تاجیکستان چشم نپوشید. من همچنین از شهروندان تاجیکستان دعوت میکنم که فعالتر باشند و آزاد کردن ژورنالیستان بازداشت و حبس شده را طلب کنند، گفت در اظهاراتش شبنم خدایدادووا. این فعال تاجیک خاطر رسان کرد که در وقتش محض با شرافت از یک گریبان سر برآوردن و متحد شدن جامعه شهروندی و سازمان‌های بین المللی توانستند ژورنالیست خیرالله میرسعیدوف را از زندان و حمزه طلازاده را از مرگ نجات داده. به دختر خود او فاطمه امکان دادند که به مادرش در لهستان بپیوندد. خود شبنم خدایدادووا هم که در گذشته عضو فعال حرکت اپوزیسیونی فعلا در تاجیکستان ممنوع گروه 24 بود و حالا فعال مستقل است، 7 سال پیش با درخواست مقامات تاجیکستان در بلاروس دستگیر شده قریب 1 سال را پشت پنجره به سر برده بود. یادآور میشویم در 2 ماه آخر در تاجیکستان علاکه دست کم 7 ژورنالیست و بلاگر از جمله دلیر امامعلی، عبدالله غربتی، زفقبیک سیدامینی، عبدالستار پیر محمدزاده، محمد سلطان، خوشام گولیم و الفت خانم محمدشای و بازداشت کردیدند. دست کم 2 خبرنگار دیگر امامعلی سیدزاد و رمزیه میرزابیکووا تحت بازپرسی قرار گرفته. تلفن ها و وسایل های دیگر آنها را مقامات برای تفتیش مصادره کردند. همینطور ماه شخصان نامعلوم به 4 خبرنگار رادیوی آزادی و نستیش وریمیا بعد مصاحبه های آنها با الفت خانم محمدشای و در دوشنبه عمله آورده تلفن ها و دستگاه های ثبت آنها را کشیده گرفتند. با گذشت قریب 2 ماه مقامات تا حال که بودن این حملگران را که در روز روشن در پایتخت تاجیکستان به خبرنگاران عمله آورده وسایل آنها را کشیده گرفتند آشکار نکردند.